خب امروز میخوایم با هم یه داستان فوق‌العاده رو مرور کنیم. یه مبارزه واقعاً حماسی. داستان یه ماهیگیر پیر به اسم سانتیاگو که نبردش فقط با یه ماهی غول‌پیکر نیست، بلکه با تنهایی، با طبیعت و از همه مهمتر با اراده خودش هم هست. بیایم ببینیم این جدال نفسگیر چطور پیش میره. داستان ما با یه عدد شروع میشه، 84. یه لحظه فکرش رو بکنین، 84 روز تمام. سانتیاگو این پیرمرد ماهیگیر هر روز دل به دریا زده و هر روز با دست خالی برگشته. این دیگه یه بدشانسی ساده نیست هست، این یه جور آزمونه. آزمونی که میخواد ببینه اراده یه آدم تا کجا میتونه دووم بیاره. و این جمله انگار کل فلسفه سانتیاگو رو تو خودش جا داده. این باوریه که تو تمام سختی‌های این مبارزه مثل یه راهنما تو ذهنشه. حالا قراره ببینیم این باور چطور قراره تو بزرگترین آزمون زندگیش محک بخوره. خب، حالا بیاین یکم دقیق‌تر خود سانتیاگو رو بشناسیم. این مرد اصلا کیه؟ ظاهرش رو که نگاه می‌کنی، انگار داری داستان یه عمر زحمت کشیدن زیر آفتاب داغ رو می‌خونی. صورتش لاغر و پر از چروک‌های عمیقه، دست‌هاش هم پر از زخم‌های قدیمی ماهیگیری. ولی چشمهاش یه داستان دیگه دارن. هنوز به رنگ دریا، سرزنده و پر از امیدن. تضاد اصلی همینجاست. یه جسم فرسوده در کنار یه روحی که هنوز تسلیم نشده. و نکته مهم اینه که سانتیاگو توی این مبارزه تک و تنهاست. حتی مانولین، پسر جوونی که شاگرد و رفیقش بود، به خاطر این بدشانسی‌های طولانی خانواده‌اش مجبورش کردن با یه قایق دیگه به دریا بره. پس این سفریه که سانتیاگو توش فقط خودشه و دریای بیکران. اما روز 85 همه چیز فرق میکنه. سانتیاگو تصمیم میگیره خیلی دورتر از همیشه به دل دریا بزنه. و درست همونجا یه چیزی قلابش رو میگیره. این یه کشش معمولی نیست. یه چیز دیگه است. یه نیروی مطلق و غول‌پیکر که قایق کوچیکش رو به دنبال خودش رو آب میکشونه. نبرد بزرگ شروع شده. این نبرد 1 ساعت 2 ساعت هم نیستا، 3 روز و 2 شب تمام طول میکشه. 3 روز کشمش بیوقفه. سانتیاگو با گرسنگی، تشنگی و درد وحشتناک دستهاش میجنگه، ولی حتی یه لحظه هم ریسمان رو ول نمیکنه. این یعنی استقامت محض. و اما زیباترین بخش ماجرا اینجاست. سانتیاگو از این ماهی غول‌پیکر متنفر نیست. اصلاً برعکس، یه احترام عجیبی براش قائله. اون رو یه حریف باشگو، یه جورایی برادر خودش میبینه. تو دلش مدام باش حرف میزنه و میگه ای ماهی، من تو رو دوست دارم و بهت احترام میذارم. این یه نبرد از روی احترامه، نه کینه. و بالاخره بعد از 3 روز جنگ بی امان، لحظه موعود فرا میرسه. بله، پیرمرد موفق شد. مارلین با شکوه، بزرگترین ماهی که تو عمرش دیده، بالاخره تسلیم میشه. سانتیاگو با آخرین توانش اون رو به کنار قایق میبنده. این لحظه اوج پیروزیه. ولی درست تو اوج این پیروزی یه اتفاقی میفته. بوی خون تو آب پخش میشه و مهمونای ناخونده از راه میرسن. انگار تاریکی از اعماق دریا بالا میاد. بله، کوسه ها، لشکر بی رحم دریا. اونها برای گرفتن جایزه سانتیاگو اومدن. این یعنی شروع یه نبرد جدید. نبردی برای دفاع از اون افتخاری که انقدر سخت به دست اومده. و این نبرد دومه که سرنوشت نهایی این مبارزه حماسی رو مشخص میکنه. و سانتیاگو دوباره تسلیم نمیشه. با چاقو، با پارو، با هر چی که دستش میاد میجنگه. اما کوسه ها 1-2 تا نیستن. یه گله وحشی و گرسنن. این یه جنگ کاملا نابرابره. ولی پیرمرد تا آخرین نفس برای چیزی که به دست آورده میجنگه. و اینجاست که میرسیم به قلب داستان. به همون جمله اول یادتونه؟ بعد از این همه نبرد، جسم سانتیاگو کاملا شکسته و ویرانه، خسته، زخمی، از پا افتاده، اما روحش دست نخورده باقی مونده. اون ماهی رو از دست داد، ولی شکست نخورد. وقتی بالاخره به ساحل میرسه، از اون ماهی با شکوه هیچی نمونده. هیچی. فقط یه اسکلت سفید و غول‌پیکر که به قایقش وصله. یه شاهد ساکت از یه نبرد باور نکردنی. نشونه ای از بزرگترین پیروزی و همزمان بزرگترین شکست ظاهری اون.
ولی قصه با رسیدن به ساحل تموم نمیشه. بخش پایانیش خیلی مهمه. وقتی سانتیاگو خسته و زخمی به کلبه محقرش برمیگرده، تنها نیست. مانولین، همون پسر جوون، برگشته پیشش. با نگرانی کنارش میشینه و ازش مراقبت میکنه. شاید پیروزی واقعی این نیست که یه ماهی غول‌پیکر بگیری. شاید پیروزی واقعی همینه، این وفاداری، این انسانیت. و در نهایت سانتیاگو به خواب عمیقی فرو میره و تو رویاهاش دیگه نه خبری از ماهی هست نه کوسه. اون رویای شیرها رو میبینه. شیرهایی جوون و قوی که تو سواحل آفریقا بازی میکنن. انگار نمادی از همون قدرت و شکوه درونیشه که هیچ وقت از بین نرفته و حالا به آرامش رسیده. و داستان سانتیاگو ما رو با همین سوال تنها میذاره. واقعاً پیروزی یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن اون جایزه بزرگ، یا اینکه تا آخرین لحظه با تمام وجود بجنگی و شرفت رو حفظ کنی حتی اگه در نهایت هیچی برات باقی نمونه؟ فکر میکنم جواب این سوال برای هر کدوم از ما میتونه متفاوت باشه.